سلام به همگی. باکسی رو که امروز میخوایم با هم آماده کنیم رو من از مغازه به عنوان باکس مشروب یا نوشیدنی خریدم، ولی قراره که باهاش یه وسیله کاربردی دیگه درست کنم. با من همراه باشید تا در کنار هم آمادش کنیم. طبق معمول سطح روی کار رو با یه سنباده نرم در واقع میکشیم و با دستمال مرطوب کاملا تمیزش میکنیم. با استفاده از رنگ اکریلیک تمام سطح کار رو یک دست رنگ میکنیم. همین یک دست رنگ کفایت میکنه چون قراره از شابلون یا استنسیل استفاده کنیم. شابلونتون رو روی سطح کار فیکس کنید. با استفاده از یک چسب نواری این کار رو میتونید انجام بدید. حالا من فیکسش نکردم، ولی اگر شما تازه کار هستید حتما این کار رو بکنید. با استفاده از یک کاردک تکسچرمون رو روی سطح کار میزنیم. من تمام سطح کار رو به صورت یک دست تکسچر نزدم. این کاملا سلیقه‌ای هستش. بعد شابلون رو بردارید و زمان بدید تا سطح کارتون خشک بشه. سطح روی کار رو پتینه می‌کنیم. پتینه کردن رو آموزشش رو میتونید توی پست قبلی ببینید و بعد از اینکه پتینمون انجام شد و خشک شد، طبق معمول از وارنیش استفاده می‌کنیم و سطح کارمون رو ضد آب می‌کنیم. راستی یادتون باشه که استنسیلتون رو خیلی سریع بشورید، کاملا بشوریدش تا خشک نشه و مجدداً قابل استفاده باشه. و لطفاً برای دیدن آموزش‌های رایگان بیشتر زیر این پست روی دکمه سابسکرایب یا مشترک شدن بزنید و زنگوله رو روشن کنید. ممنونم ازتون که حمایت میکنید و به هم انگیزه میدید تا آموزش‌های بیشتر و کاربردی‌تری رو براتون آماده کنم. اینم از کار خوشگلمون که آماده شد و من به عنوان جعبه واکس و ابزار در واقع کفاشی به عنوان دکور جا کفشیم ازش استفاده میکنم. امیدوارم که دوستش داشته باشید و شما هم درستش کنید.